خب بچه الان اومدیم تستش کنیم براتون. ما ویدیوی بعدی به جای همین کات کنیم قطعش کردیم. آره بچه ما کنید یه شوت که بزنید از اون سرعتش 1000 برابر میشه. مثلا تو دیده چیه با نمیشه. حالا یه نشد. آدم تسو والورده یه شوت بزنیم همینجا میبینیم بچه اصلا سرعتش اینقدر داشتم همین دویدنش هم سریعتر میشه. دویدنش هم سریعتر میشه. هر چقدر دوست داریم به هندی گل بزنیم و هر کی دوست داریم. ولی ما بازیمون قویه. راست میگم ما بازیمون قویه. اگه قوی نباشه اصلا نمیتونه همچین کاری کنه. الان نها کنید یه پوش ولی قوی نها کن بچه اصلا سرعتش یه دقیقه زدن نزن ببین 3000 برابر شد اصلا سرعتش. واسه که دیدیم نها کنید اصلا سرعت اصلا یه چیز دیگه شد. اینجا بازی هم باگ داره که مثلا نشون میده 125 تا رفت ولی در اصل بیشتر از 300 تا رفت. بیشتر از 300 تا رفت. بازی بیشتر از این نمیتونه نشون بده که باور شد چند سرعت. خب حالا یه بار دیگه میگیره این دفعه از اگه همین بازیتون قوی نباشه یکم براتون ساده تر میشه حداقل. راست میگی بازی یکم براتون ساده تر میشه. نگاه کنید اینجا یه شوت بزنه بچه نگاه کنید. بچه ما فقط همه با گوشی هستیم کیفیتش کمه ببخشید با گوشی هستیم ولی نگاه کن بچه خدایی سرعتش یکم زیادتر از F305 معمولی شد. F305 معمولی اصلا چیز نداشت. بچه مرسی که این ویدیو رو نگاه کردید. لایک و سابسکرایب یادتون نره تا ویدیو بعدی. خدا